حاضر دقیقه های عرقخوری نیست، دقیقه های زیناگری نیست، دقیقه های دزدی نیست، دقیقه های قماربازی نیست، دقیقه های دروغچگی نیست، دقیقه های فریبگری نیست، دقیقه های سودخوری نیست، بلکه دقیقه های توبه است. حالی ما چی می شود؟ پگه چی است؟ این در گمان است. عرب ها میگن ولا تتأخر عمل یوم لغدین. کاری امروز پدر ناراضی است، مادر ناراضی است، همسر ناراضی، فرزند ها ناراضی، مردم بیزار. این چی زندگی است؟ این زندگی نیست، این شرمندگی است. باید که شرم داشته باشد آدمی ذات. لعنت میگد بر وجودی، بلکه شما از روی خطایی، از روی گفته شیطانی لعین شما این کار را داری. لیکن امروز فرصت است، امروز دروازه توبه کشادگی است. خدا خواهد انشاءالله گناهان داروش خدا خواهد توبه است. اگه توبه کنیم برگردین انشاءالله خدا خواهد. انسان تلا خدا خواهد مرده کرد کو در سر تاقی داری. این پرتافتن این چی است؟ آدم هاست که 50 سال 60 سال خوردگی ترک کردگی. فقط این وابسته به وجدان شما، وابسته به ایمان و دیانت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا بر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم از پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب ذوطاعت. نام پاکش محمد عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم هموطنان عزیز، آنانی که صدای ما را میشنوید. به خداوند شکر بیادت که خداوند تنی صحت داد، خاطر جمع و فرصت، دلی بیغم انشاءالله در این وقتهای خدا خواهد انشاءالله، یعنی پرتشویش در این وقتهای سیر تشویش، الله سبحانه و تعالی فرصت داد به شما عزیزان هم صحبت شدن و دیداری دیگر یک دیدن. بسیار به خدا شکری به عدد داریم انشاءالله خدا خواهد. امروز موضوعی که ما برای شما میرسانیم اکثر انشاءالله خدا خواهد جوانان خدا خواهد به ما سوال جواب میکنن که خدا خواهد داملای محترم درباره انشاءالله عراق صحبت کنیم. انشاءالله امروز خداوند فرصت داد و امروز میبینم که من اکثری جوانان خدا خواهد عراق نوش هستم. اکثری جوانان خدا خواهد از جهت عراقین. عراق یک افلاسی است. عراق این حرام است عزیزان من. کمترشم باشد و اکثرشم باشد در کتابای یعنی فقه امام محمد میگه و اکثر و اقله، اکثرشم کمترشم حرام است. عراق این جای خدا خواهد سختیش کسی که حلال داند خدا خواهد از دین میبراید، نکاحش بریده میشود. چون که در اسلام 70 گناه کبیره است. یکی همین خدا خواهد چی است؟ عراق است عزیزان من. از این دور شوید. عراق ما برایش ما کمتر شرطیم. عراق این چی است؟ یعنی راهی خدا خواهد انشاءالله حلاکت است. عراق این انشاءالله خدا خواهد چی است؟ یعنی شرمندگی است. عراق ویران کننده آیله ها است. عراق دراننده پرده های انشاءالله ناموس است. عراق انسان بی ناموس میکند. ما امروز اکثر جوانان را مشاهده میکنیم در محفل ها، در کوچه ها، در دیگر موضع ها. وقتا که کمتر از عراق می نوشند چیکار میکنند؟ از دایره انسانی بیرون میشوند. حتی که روز میشنویم ما انشاءالله خدا خواهد با واسه عراق انشاءالله پدرش زده است، با واسه عراق مادرش زده است، با واسه عراق آیلش جدا کرده است، با واسه عراق خدا خواهد روزگارش یعنی تیکه و پاره دارد، مال و دنیاش فروخته است. حتی اینکه خلدین دیگر چیزاشه با واسه مسجدن انشاءالله وقتی که پول نمیابد مجبورا خانه و درش وارد دارد. شما عزیزان آگاه باشین. امروز ما میشنویم که فلانچی با فلانچی جنگ کرده است، فلانچی زنش زده است، فلانچی از زنش جدا شده است، فلانچی پدرش زده است، فلانچی ماشینش چپه کرده است، فلانچی را قتل کرده است، کشته است، فلانچی زنا کرده است و هاکذا. وقتی که میپرسن که سبب چی؟ میگن مست بوده است،
بینین که الله سبحانه و تعالی 15 عصر پیش دانست که همین چیز برای ما شما فایده نمیدهد. از فایدهش زیانش بسیار است، چون که عراق در درون شیشه قرار میگیرد. وقتی که بیرون میبراید انسان از انسانیگری بیرون میکند. برای این الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن برای ما شما الله سبحانه و تعالی آگاه داد. من در سوره بقره، در سوره انشاءالله خدا خواهد بقره آیت 219 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الخمر والمیسیر قل فیهما اسم کبیر و کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. صدق الله العظیم. خدا سبحانه و تعالی گفت یسألونک عن الخمر، و میپرسن تو محمد صلی الله علیه وسلم از عراق میپرسن، و میپرسن تو محمد صلی الله علیه وسلم از یعنی قیمار میپرسن. قل فیهما اسم کبیر، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم در هر دوی عراق هم یعنی در قیمار هم چی است؟ یعنی گناه انشاءالله کلان است، گناه بزرگ است. و منافع للناس یعنی فایده دارد در این دنیا برای بعض انسان ها. فایدهش است؟ خدا خواهد میفروشد، پول میکند، فایدهش همین است. اوکی خدا میگه و اسمها اکبر من نفعهما، یعنی گناهی هر دوی همین عراق هم یعنی قیمارم بزرگتر است از فایدهش. چلی که ما در بالا ذکر کردیم، خدا خواهد در اندک بگیم که یک دونه اگر عراق 15,000 سوم باشد، در 15,000 انشاءالله خدا خواهد بلکه 20 میلیون و 50 میلیون و 70 و 80 میلیون انشاءالله گم دارد. چلی فایدهش است منه؟ یا که وقتی که عراق میخورد انشاءالله خدا خواهد از دهنی وی نجاست میرند، از کوچه انسانی میبرد، همه را آزار میتید. چی در کجا همش یک مسخره، باز مردمی کودکار هم چی ها میکنن؟ مسخرش میکنن. باید که ناموس داشته باشد، باید انشاءالله خدا خواهد انسان شرم و حیا داشته باشد، نخواد همین کار کند. و انسان یک توپ بزرگ، انسان خدا خواهد با دیانت، انسان خدا خواهد با معرفت، انسانی با عقلی کامل وقتی که عراق می نوشد از جندی خالی نیست، از جندی ماندگی ندارد. عزیزان من شما یک بار بینید، ما کتاب های خانش میخوانیم در دوره های کودکی، من در که دویم سیر میخواندم، در همون کتاب یک سخنی خوب داشت. یک آدمی آداب نکپرزانگی تو آداب از کی یاد گرفتی؟ از به آداب. وقتی که ما انسان میبینیم باید ما هم انشاءالله توبه کنیم، باید که ما هم انشاءالله خدا خود بسری گناه نریم. عزیزان من اینچنین خداوند در سوره نساء آیت 43 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکرا حتی تعلموا ما تقولون. صدق الله العظیم. ای آنانی که ایمان آوردگین میگه بچی به خدا و ایمان آوردیم به پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم، نزدیکی مکنید به نماز و حال آن که شما مست باشید، تا این که یعنی بدانید آنچه به زبان میارید. حتی تعلموا ما تقولون، حتی اینکه میگه خداوند سبحانه و تعالی تا اینکه بدانید آنچه به زبان میارید. یعنی به این آیت کریمه الله سبحانه و تعالی در حالت مستی به نماز نزدیکی کردن برای ما شما امر میکند. سبب نازل شدن این خدا خواهد آیت مبارکه، خب روز میگن صحابگان در خانه عبدالرحمن ابن عوف میگه چیکار میکردن؟ به رخوری مشغول میشدن که در آن وقت عراق حلال بود، تا حال عراق حرام شدگی نبود. وقتی که بسیار عراق خوردن از یعنی خدا خواهد انشاءالله کیف شو که بلند شد، وقتی که نماز شام نزدیک شد و نماز شام که اذان مؤذن که اذان که داد اذان گفته که شد، از بین همون یعنی صحابه یک کس امام کردن و در سوره مبارکه سوره قل یا ایها الکافرون، سوره کافرون قرائت که در اونجا 4 لام یعنی میآید، همون 4 لام پرتافت. در جای این لام را گرفته پرتافت، این آیت نزدیک شد که وقتی که شما مست هستین به نماز انشاءالله نزدیکی نکنین. عزیزان من شاعر میگه گر شوی اینجا تو سرخوم از شراب، میکشی در دوزخ وای عذاب.
ولی در اینجا مست میشوی، در اینجا خرسند میشوی، شادی میکنی، در اونجا خدا خواهد در یعنی دوزخ وای عذاب میکشی. این دنیا خدا خواهد انشاءالله پگه الله سبحانه و تعالی جنت دارد، با زندان ها دارد. دوزخ نام او دوزخ است انشاءالله خدا خواهد. به همین ما و شما خدا خواهد از این چیزا دور شیم. امام مسلم روایت میکند که کل مسکور خمرون و کل خمرون حرامون. هر چیزی که وی مست کننده است عراق است، هر چیزی که عراق است حرام است. عزیزان من در این تحت این خدا خواهد حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم همه انواع مست کننده ها میداره، چی نشه است، چی کونار است، چی ناس است، چی سیگاریت است، چی پیوه است، چی شامپان است، چی و ها کذا چیزایی که خدا خواهد انشاءالله چی گرین است، دیگر از خدا خواهد چیزایی که مست کننده است کلش به حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام شدگی است. عزیزان من امام مسلم این حدیث روایت کرده. امام حاکم روایت میکنند در حدیث مبارکی 4 گروه خدای تعالی داخل جنت نمیکند و از نعمتهای جنت هم برخوردار نمیکند، حتی که بوی جنت اینها نمیابند. بوی جنت تا 500 سال راه می آمده است. حتی اینکه 4 گروه خدا سبحانه و تعالی داخل جنت نمیکرده است و از نعمتهای جنت هم برخوردارش نمیکرده است. عزیزان من جنت یعنی بوی جنت تا 500 سالی راه می آید. حتی این 4 گروه محروم بوده است. یکی همین شارب الخمر عراخو و یکی دیگرش بر ناحق مال یتیم میخوردگی انسان ها خدا خواهد انشاءالله و یکی دیگرش محترم جماعت عاق پدر و مادر عاق والدین شدگی انسان ها و یکی دیگرش سودخور یعنی ریباخور پرسین میگیم ما شما امروز زمان یعنی زمانه یعنی پرستین میخوردگی آدم ها رم روز قیامت بوی جنت انشاءالله نمی آبد. 4 گروه یکیش عراخور بوده است. مینست اولین انشاءالله عراخور انشاءالله ذکر کرده است. دویم چی بوده است؟ مال یتیم ناحق میخوردگی ها. امروز میشنویم بیچاره خدا خواهد پدرش میمرد، مادرش میمرد، انسان های ناحق از خدا نمیترسیدگی انسان ها بیچاره یعنی ملکی و کشیده میگیرن، مال و دنیاش خانه و درش کشیده میگیرن، او یتیم ها را انشاءالله خدا خواهد سرگردون میکنن. حتی فرشته ها گریه میکرین. یک یتیمی که وقتی که آزارش میتین و گریه میکند کجا رفته شکایت کردنش نمیدونست است، الله حق سبحانه و تعالی فرشته هاش گریه میکرین که این بیچاره کجا نشکایت شکند. بینیم ولی من عزیزانی من از این مالای یتیم شما خدا خواهد انشاءالله حذر کنیم. مال یتیم خدا خواهد روز قیامت الله سبحانه و تعالی در دوزخ میخوردگی ها ناحقا به عذاب سخت‌ترین انشاءالله گرفتار میکند. یکی دیگرش عاق پدر و مادر. وقتی که کسی که پدر و مادرش ناراضی میکند الله سبحانه و تعالی این بنده ها را به جنت داخل نمیکند، حتی بوی جنت نمییابد انشاءالله خدا خواهد. در این دنیا راضی کنین خدا خواهد. آغشتگی پدر و مادر که از فرزند ناراضی که شد و علامت انشاءالله آخ است. از این چیزا بترسین. دیگرش پرستین سودخوری یعنی انشاءالله خدا خواهد از این هم دورشین. حلال زندگی کنین، مالای حلال خرین انشاءالله خدا خواهد. انواع خدا خواهد سعادار الله برای ما شما حلال کرد. من در سوره بقره میگه استعیذ بالله حل لكم البیع و حرم الربا. ما حلال کردیم برای شما سعادار و حرام کردیم ربا. پرستین سودخوریه برادر من. از این انشاءالله خدا خواهد شما حذر کنین. حتی که پیامبر اسلام در دیگر حدیث میگند من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلو الانسان قمیص من رأسه. کسی که میگه زنا کند، کسی که عراق خورد یعنی خارج میشد از ایمان از بدن اون انسان. خیلی که خدا خواهد انسان یک کرتره میکشد و خدا خواهد از بدنش که سرش میبرارد لوچک میشود، همچنان ایمان از بدن انسان در وقتی خوردن عراق، در وقتی انشاءالله خدا خواهد یعنی زنا کردن، ایمان از وی جدا میشد است. ایمان داد میگفت است که ای بنده خدا نخور من از جدا میشم. خدا نگه دارد که در اون حالت مبادا مرده مانیم از ایمان به ایمان از این دنیا میرویم. الله سبحانه و تعالی یعنی این عراق برای ما شما حرام کرده است
و این دو آیتی که در بالا ذکر شد در سوره انشاءالله خداخواد بقره، در سوره انشاءالله نساره، سوره مائده انشاءالله آیت بالکل یعنی منسوخ میکند، حکماش انشاءالله خداخواد چیکار میکند؟ بیکار میکند و بالکل قطعی حرام شدنش همین سوره مائده که الله سبحانه و تعالی 4 چیز حرام کرده است به همین دلیل قطعی حساب میشود. عزیزان من الله سبحانه و تعالی چی میگه در سوره مائده آیت 92 الله سبحانه در سوره دسترخوان چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدوكم عن ذکر الله و من الصلاة فهل انتم منتهون. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ سبحانه و تعالی میگه که ای آنانی که ایمان آوردیم به یگانگی من و ای آنانی که ایمان آوردیم به روز قیامت، این که به درستی یکم عرق بر شما حرام، دوم این که به درستی به شما یعنی قیمار حرام، و یکی دیگر انشاءالله خدا خواهد یعنی بود پرستی، سنگ هایی که ما شما یا که یعنی چوبه هایی که ما شما به خدا میگیم و از حاجت میپرسیم و بابای سجده میکنیم، الله سبحانه و تعالی حرام کرد. و الازلام یعنی ازلامش یعنی تیرهای فال، و کدام نموده که خدا خواهد انشاءالله فال بینی میکنین این الله سبحانه حرام کرد. ریتسوم این گفت یعنی چی است؟ پلیت است، این گفت نجاست است، من عمل شیطان از عمل شیطان است، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، بس شما از این دور شوین شاید که نجات یابین. با این آیتی کریمه الله سبحانه و تعالی 4 چیز حرام کرد. حتی در دام آیت چی میگه؟ 2 چیزی که با یعنی بزرگتر انشاءالله یعنی سخت‌تر است. انما یرید الشیطان، البته اراده میکنه شیطان که ان یوقع بینکم العداوه، تا اینکه به سبب خوردن عراق، به سبب بازی کردن قیمار بین شما انشاءالله چیکار کند؟ عداوت اندازد. وقتی که امروز شما قیمار بازی میکنین و دنیاتون بای میتین، بعضی از روی قیمار خانه ش بای داده است، بعضی ها ماشین ش، بعضی ها حتی که همسرش موندگی در تاریخ انشاءالله خدا غشتگی واقع است. برای من الله میدونید چیکار کرد؟ این چیزا برای ما شما حرام کرد انشاءالله خدا خواهد. و یصدوکم عن ذکر الله، به سبب خوردن قیمار، وقتی که عراق به سبب بازی کردن قیمار که در بالای میشینی که ساعتها از ذکر خدا دور میشوید، حتی از نمازهای 5 محروم میشوید. و یصدوکم عن الصلاة، از نماز شما را باز می‌دارد. گاهی از درست این کیف دور می‌رود، نمازها را ترک می‌کنی می‌دانی. فهل انتم منتهون، آیا گفت شما از این دور نمی‌شوید؟ حضرت عمر رضی الله این آیت که نازل شد عمر گفت انتهینا یا ربی، البته ما از این دور میشیم ای پروردگار عالم. بینید و سبب یک عراق، به سبب یک قیمار چقدر گناه بزرگ دارد. این شیطان لعین، این دشمن قسم خورده ما و شما است، این دشمنی که سراسر از یعنی دنیا اومدن ما و شما تا خدا خواهد قبر دور مدن، این دشمن قسم خوردگی است. درم پیش الله قسم بود که والله گفت با نام اسم ذاتت قسم که به طفیل آدم رانده شدم، البته فرزندای آدم از رحم برارم. من رحم برار نشی، چون خدا در قرآن عظیم و میگه استعیذ بالله انه یأمر بالسوء، شیطان فقط شما را کاری به چی میکند؟ به پلیتی میکند، کاری انشاءالله به افلاسی میکند، کاری به شرمی، کاری به حیایی میکند. الله سبحانه فاتخذوه عدوا، بس این شما دشمن گیری. شاعر میگه زنهار سخنی دشمنی بدخور را مگیر که شیطان تو را به دوزخی پرنامه. با تو فعل این خوردن عرق، با تو فعل این قیمار بازی کردنوت، پس انشاءالله خدا خود وارد دوزخ میشوی، با عذاب الهی گرفتار میشوی. عزیزان من، ما دوستای شما هستیم، ما شما مشفق هستیم، ما نمیخوایم که الله سبحانه و تعالی در این دنیا هم شما را شرمنده کند، عذاب دهد، و در آخرت هم به عذاب سخت‌ترین شما را الله گرفتار کند. از این خدا خواهد دور شویم.
روایت میکند ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کی به الله تعالی ایمان آرد و با آمدن روز قیامت اقرار باشد، یعنی باوری داشته باشد، نمیشیند در مجلسی که میگد در اونجا عراق باشد، در آن در دستارخانه که عراق باشد انسان ایماندار انشاءالله نمیشیند. باعثش است؟ باعثش انشاءالله خدا خود شرمندگی است. پیامبر اسلام در دیگر حدیث میگه الخمر ام الخبائث، عرق مادر بدی ها است. الخمر مفتاح کل شر، عرق کلیت بدی است. عزیزان من، برای چی مادرش گفتن؟ چون که همه کاری که گناه ها سرچشمش از همین عراق سر می شود. انسان جمع میکند، ناشمچی انسان به طوری که جمع میکند، وقتا که مست میشود انشاءالله جمع میکند، یا که مست میشود انشاءالله مردم آزار میتید. پدر شهر امروز پدرها هستند، مادرها هستند که شکایت میکنند از روی فرزندها که بچه یک بیزار کرد از روی خدا، یا که زنها امروز شکایت دارند. داملا جان یگان دارو است، یگان دعای هست که دعا کنین یا خوانده بیدیم برای ما شوهرای ما، فرزندای ما از این راهی برگردند. بین پدر ناراضی است، مادر ناراضی است، همسر ناراضی، فرزندها ناراضی، مردم بیزار. این چی زندگی است؟ این زندگی نیست، این شرمندگی است. باید که شرم داشته باشد آدمی ذات. لعنت میگد بر وجودی به حیابات. باید مرد انشاءالله خدا خواهد شرم داشته باشد. این دنیا 4 روزه است، این دنیا با آخر میرسد. بین عزیزانی من، از این دنیا ما و شما به یک آبرو ریم. گفتی شاعر آخر این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. بیایم به یک آبرو خدا خواهد انشاءالله، بجای انشاءالله چیزهای حلال خورین، گوش خورین، آیله را تنج کنین انشاءالله خدا خواهد. یک انسان شمی که منفیت شما در بین جمعیت، در بین قوم انشاءالله خدا خواهد، حتی خدا از شما راضی می شود، پیغمبر صلی الله علیه و از شما راضی می شود، تمام مردم راضی می شود. به شما انشاءالله دعا خواهد. چی حاجت اومده بر سری خدا خواهدی عرق شیشتن؟ چی حاجت اومده خودمون آدمگری را از دست دادن، ناموس و وجدان و ایمان از دست دادن؟ این باعث همش عراق است. عزیزان من، سخن کنیم، سخن بسیار است انشاءالله خدا خواهد و در آینده خدا فرصتیت و شما عزیزان هم صحبت نشیم. بیاین عزیزانی من خدا خواهد از این سخنهای خدا خواهد، سخنی خدا، سخنی پیغمبری بزرگوار معلم ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم، از این حکمتان بزرگان هممو بهره بریم انشاءالله خدا خواهد. بیاین یک بخت بیایم انشاءالله خدا خواهد، بیا هممو راه خوبه یعنی انتخاب کنیم. فقط نجات این توبه است. خلاص عزیزان من، امروز توبه کنین، برگردین، الله سبحانه و تعالی انشاءالله میبخشد. بلکه شما از روی خطایی، از روی گفته شیطان لعین شما این کار را داری، لیکن امروز فرصت است. امروز دروازه توبه کشادگی است خدا خواهد انشاءالله. گناهان داروش خدا خواهد توبه است. اگه توبه کنیم برگردین انشاءالله خدا خواهد. انسان تو خدا خواهد مرده کرد کو در سر توقی داری. این پرتافتن این چی است؟ آدم هست که 50 سال 60 سال خوردگی ترک کردگی. فقط این وابسته به وجدان شما، وابسته به ایمان و دیانت شما وابسته است. اگر تشکی من چندین انسان ها را میدونم که با یک ترک کردنش ترک کردن امروز انسان خوب شدن. باید که ما و شما در این دنیا هم سربلند باشیم و در پیش الله هم سربلند باشیم. عزیزان من، بین همه خدا خواهد از این فرصت فایده برده، از این پند و نصیحت ها انشاءالله بهره گرفته خدا خواهد انشاءالله و از این راه بد میگردیم خدا خواهد. راه خوب، راه صراط مستقیم میگفتیم انشاءالله خدا خواهد. امید داریم. برای همین در این فرصت های خدا خواهد اجابت دعا و شما عزیزان دعا میکنیم که خداوند این بیماری که در بین قوم و جمعیت، در بین تمام دنیا را به لرزه آورده است، حاضر دقیقه های عرقخوری نیست، دقیقه های زیناگری نیست، دقیقه های دزدی نیست، دقیقه های قماربازی نیست، دقیقه های دروغچگی نیست، دقیقه های فریبگری نیست، دقیقه های سودخوری نیست، بلکه دقیقه های توبه است. حالی ما چی میشود؟ پگه چی است؟ این در گمان است. عرب ها میگن ولا تتأخر عمل یوم لغدین، کار امروز را به فردا نگذار، فرداش در گمان است. بلکه فردا از این دنیا رحلت میکنیم. که مردن ما و شما انیق نیست، که مردن شما فرصتش نیست، وقت و ساعتش نیست که شما عزیزان تا دم انشاءالله امید داشته باشین. ما امید نداریم خدا خواهد. امید چی است؟ خدا خواهد امروز هستیم یا که سحر هستیم. یک جواب از کدام انسان که بوده که چه
اینقدر عمر ببینی؟ یک جواب میگه الله میده، بلکه الله دوند ما هر دم هر ساعت باید که تیار باشیم، با توبه انشاءالله برگردیم. خدا بخشنده است. ناامید نشین از این گناه هایی که امروز دارین. امروز توبه کنین، شب و روز خدا خواهد به خواندن قرآن، شب و روز به دعا باشین. الله سبحانه و تعالی شاید این بیماری را زودتر از بین قومیت جمعیت ما و شما دور بگرداند. و این توصیه که عزیزان کردین، البته انشاءالله با کرانتین ها خدا خواهد روایت کنین. احتیاط میگن نیمی حیات در اسلام انشاءالله همین چیزا هست. توصیه های خدا خواهد پیغمبری بزرگوار است. من توصیه امروز جناب عالی است که برای ما و شما غمخواری میکنه تمام حکومت این مسئله در پیشمون است. همه خدا خواهد اندک خدا خواهد انشاءالله صبر کنیم، طاقت کنیم. انشاءالله خدا خواهد با غلبه در پیش است، خرسندی ها انشاءالله پر در پیش است. همیشه در پناه خدا باشین. همیشه خدا ما و شما را برای راست، برای صراط المستقیم هدایت نماید. توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نماید. ما آنانی که در راه خدا خواهد فساد هستند، در راه شیطان هستند، خداوندا خود گفته گستی که دعا کنیم ما قبول میکنیم. خداوندا غیر برای راست، برای صراط المستقیم هدایت نمایید. توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایید. همیشه خرسندی و بالای خرسندی و این بیماری الله در این اجابت دعا میکنیم که ساعت هایی که اجابت دعا است خداوندا خودت گناه های بیارم مغفرت